سلام و درود، به رد کارپت خوش اومدین. خب دیگه مطمئنم که همتون تا الان شنیدین که تیلر و ترویس بالاخره بعد از 2 سال نامزد کردن. این خبر تازه دیروز منتشر شد، اما درخواست ازدواج همین دیروز اتفاق نیفتاده. در واقع تمام این ماجراها برای 2 هفته پیشه و میدونید این یعنی این که این 2 نفر که توی پادکست ترویس و برادرش شرکت کردن اصلا اونجا نامزد بودن. اون باغ زیبایی که در تصویر میبینید در واقع حیاط پشتی خونه‌شونه که ترویس برای تیلر در 3مین ماه رابطه‌شون توی میزوری خریده. یه منبعی به ایتی گفته که ظاهرا تیلر از ماجرا اصلا خبر نداشته. اینا آماده شده بودن که مثلا برن بیرون برای شام، بعد ترویس گفته بیا بریم توی حیاط یه لیوان شراب بخوریم و دیگه همونجا با این حلقه زیبا ازش خواستگاری کرده. این حلقه رو خود ترویس به کمک یه جواهرساز معروف طراحی کرده و تخمین زده میشه که الماس روی حلقه 8 قیراط باشه. قیمتش هم یه چیزی حدود $550,000 تخمین زده میشه. البته اینا همشون تخمینه دیگه، چون که خودشون که نمیان اعلام کنن. تیلر در کپشن این پست نوشت معلم زبان انگلیسی و معلم ورزشتون دارن با هم ازدواج میکنن، که خب اشاره داره به همون آهنگ سوهای اسکول که اصلا گفته میشه که تیلر با الهام از ترویس و عشقشون اون آهنگو نوشته. و حالا به این دقت کنید. This is sort of what I've been writing songs about wanting to happen to me since I was a teenager. و همه اینا در حالی داره اتفاق میفته که چند روز دیگه فصل تازه NFL شروع میشه و این احتمالاً میشه آخرین فصلی که ترویس برای تیمش بازی میکنه و احتمالاً دیگه بازنشسته میشه. و البته همه اینا در کنار اینه که حدس زده میشه، البته توجه کنید، حدس زده میشه که تیلر هم هنرمندیه که قراره توی اون فاصله 2 نیمه مسابقه فینال برنامه اجرا کنه. جالبه بدونید که این پست اعلام نامزدی در عرض فقط 6 ساعت 20 میلیون لایک گرفت. جداً این امکان وجود داره که این پست تبدیل بشه به پستی که بیشترین لایک تاریخ اینستا رو گرفته. جالبه بدونید که اون پادکست نیو هایتس برادران کلسی که تیلر 2 هفته پیش تو شرکت کرد، رکورد جهانی گینس برای بیشترین تعداد بازدید همزمان پادکست در یوتیوب با 1.3 میلیون بازدید رو به دست آورده. در واقع به عبارت دیگه وقتی که این اپیزود داشته توی یوتیوب پخش می شده 1.3 میلیون نفر به طور همزمان داشتن تماشاش میکردن که واقعا یه رکورد بی سابقه است. به هر حال افراد خیلی مهم زیادی به این خبر خوب واکنش نشون دادن. سابرینا کارپنتر این پست رو همراه چند تا قلب استوری کرد. حتی خانواده سلطنتی انگلیس هم این پست رو لایک کردن، از جمله اکانت رسمی مگان مارکل و همینطور اکانت مشترک پرنس ویلیام و کیت میدلتون. میدونید که خانواده سلطنتی مخصوصاً پرنسس شارلوت حسابی سویفتی هستن و پارسال هم خودم براتون گفتم که برای عکسی که با تیلر گرفته بودن حسابی ذوق کردن. شاید باورش سخت باشه ولی حتی آقای ترامپ هم در این باره صحبت کرد. اینجا خبرنگار میگه که تیلر و ترویس نامزد کردن قربان و دنیا منتظر واکنش شماست. Well, I wish him a lot of luck. No, I think he's a great player. I think he's a great guy and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه دوستش داشتین یادتون نره که لایک کنید تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.